مسلمان اینه، علامت ایمان اینه. کسی که با غم برادرش غمگین بشه، این علامت اخوت و برادری ایمانیه. و کسی که با شادی برادر و خواهرش شاد بشه، این علامت اخوت و برادری ایمانیه. اگر مسلمانی ادعای مسلمانی بکنه و برادری و خواهری بهش مصیبت وارد بشه، خوشحال بشه، الحمدلله الحمدلله که تصادف کردن، مردن، پوزشون به خاک مالیده شد، بدبخت شدن، خدایا الحمدلله الحمدلله، ماشینش خراب شد، زندگیش تباه شد، خیلی خوبه خیلی خوبه. این خصلت منافقینه که با مصیبت مسلمان خوشحال میشه. تو نباش. و اگر کسی دیدی که ادعای برادری و خواهری مسلمانی میکنه، برادر و خواهر مسلمانی شاد شد، موفق شد، خوشحال شد، زمینه خوشحالیش فراهم شد، ناراحت شد، بدون که اونم منافقه. ما امروز خوشحالیم، دیروزم به وقتش ناراحت بودیم. در هر دو حالت انسان مسلمان موازین رو رعایت میکنه و تعادل خودش رو به هم نمیزنه. این خصلت فقط برای مسلمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی ارشاد میکنه، میگه ای مسلمان امعه نباش. گفتن ای رسول خدا امعه چه شخصیه؟ گفت امعه کسی است که اگر مردم خوب شدن میگه من خوبم، اگر مردم بد شدن میگه من بدم. گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش. امعه اینه، پرچمه، مردم خوب شدن میچرخه، از هر طرفی باد چرخید میچرخه. اگر خوب شدن خوبه، اگر بد شدن بده. اما مسلمان یک شخصیت داره، شخصیت استقلالی داره، مستقله، وابستگی نداره، وابسته به یک ذاته. اگر همه مردم خوب شدن اون خوبه، اگه همه مردم ضد خدا شدن و ضد موازین اخلاقی شدن اون خوبه و اون خدا دوست و خدا پسنده. انسان موفق کسی که طوق بندگی رو در هیچ زمینه‌ای و صحنه‌ای از صحنه‌های زندگی از گردن نگذاره به زمین. انسان مسلمان واقعی و بندی واقعی و حقیقی خداوند کسیه که تعادلش رو همیشه حفظ بکنه و در هیچ ظروفی و شرایطی پشت به خدا نکنه و پشت به برادر و خواهر مسلمان نکنه.